به نام خدا. بعد از چند سال غیبت مهران مدیری از تلویزیون، بالاخره سریال 6 ماهه از شبکه 3 ایران روی آنتن رفت. سریالی که از همان نامش میشه حدس زد قرار است با مفاهیم جدی مثل زندگی، خانواده و مرگ سر و کار داشته باشد و این مجموعه در 17 قسمت ساخته شده است. داستان درباره مردی است که متوجه می شود فقط 6 ماه دیگر فرصت زندگی دارد. ایده‌ای که ذاتاً ظرفیت بالایی برای درام، تلنگرهای انسانی و حتی طنز تلخ دارد. همین ایده به تنهایی انتظارات زیادی را از بازگشت مدیری ایجاد می کند. این انتظار با ترکیب بازیگران سریال هم تقویت می شود. حضور چهره‌هایی مثل سحر زکریا، جواد رضویان، حسن معجونی و نیما شعبان نژاد در کنار خود مدیری یادآور تیم‌هایی است که پیشتر بار طنزهای موفق تلویزیون را به دوش می‌کشیدند. این ترکیب وعده یک کمدی صرفاً شلوغ و سطحی را نمی‌دهد، بلکه نوید اثری را می‌دهد که تجربه شناخت موقعیت و بازی دقیق در آن نقش مهمی دارد. مخاطب انتظار دارد جدای از طنز بخشی از خودش و زندگی روزمره‌اش را روی صفحه ببیند. انتظاری که در آثار مدیری همیشه چندان دور از ذهن و واقعیت هم نبوده است. قسمت اول خیلی زود نشان داد که با اثری کاملا مدیریوار طرف هستیم. فضای آپارتمانی ثابت، تمرکز بر روابط خانوادگی، دیالوگ‌های طولانی و کمدی موقعیت همان عناصری هستند که سالهاست امضای کار مدیری محسوب می شوند. سریال تلاش می کند طنز و تراژدی را کنار هم قرار دهد، اما در قسمت اول این دو ژانر هنوز به تعادل نرسیدند و همین باعث شد مخاطب گاهی نداند باید بخندد یا جدی بگیرد. یکی از مهمترین ایرادهایی که به قسمت اول است این که ریتم آن کند بود. زمان زیادی را صرف معرفی شخصیت‌های داستان می‌کرد، از شخصیت اصلی گرفته تا اعضای خانواده و اطرافیان او. این معرفی گسترده باعث شد قصه اصلی دیر راه بیفتد و فشار دراماتیک لازم شکل نگیرد. بیننده بیشتر شنونده دیالوگ ها بود تا اینکه دنبال کننده یک روایت پرکشش باشد. بیشتر شنونده یک دیالوگ طولانی بود. شوخی ها هم اگرچه تلاش میکرد لبخند ایجاد کند، اما اغلب دم دستی و کم اثر بود و
خنده‌ای که از آثار مهران مدیری انتظار میرفت کمتر اتفاق افتاد. داستان با حضور یک بلاگر و شوهرش آغاز می شود. انتخابی که به وضوح تلاش دارد سریال را به فضای امروز و شبکه‌های اجتماعی نزدیک بکند. اما این شروع بیشتر کلیشه‌ای به نظر می رسید و آن ضربه ابتدایی لازم برای درگیر کردن مخاطب را ایجاد نکرد. بعد از آنکه وارد زندگی شخصیت اصلی می شویم، مردی که از همسرش جدا شده و همسر سابقش با مشکلات روانی دست و پنجه نرم می کند و حتی با یک بچه خیالی زندگی می کند. این خط داستانی ظرفیت بالایی برای پرداخت روانشناختی دارد، اما در قسمت اول هنوز میان طنز و جدیت معلق مانده و تأثیرگذاری لازم را پیدا نکرده. در این میان نباید فراموش کرد که طنز مدیری همیشه فراتر از شوخی صرف بوده. آثار او معمولاً فقط بر موقعیت طنز تکیه نداشته، بلکه لایه‌هایی از نقد اجتماعی، نقد فرهنگی و حتی سیاسی را در خود جای داده. از سریال ساعت خوش، پاورچین گرفته تا شب‌های برره، هر کدام به شکل آینه‌ای از جامعه زمان خود بودند. طنز در این آثار راهی بوده برای گفتن حرفهایی که شاید بیان مستقیمشان ساده نبوده. حالا سوالی که اینجا وجود دارد و سوال اصلی است این که 6 ماهه هم میتواند چنین نقشی را مثل سریال های گذشته ایفا کند یا نه. فضای خانوادگی در سریال بسیار پررنگ است. روابط پرتنش، کنایه ها، گفتگوهای طولانی تلاش دارد عمق ایجاد کند، اما وقتی روایت جلو نمی رود این فضا بیشتر کشدار به نظر می رسد. این سبک برای مخاطبان قدیمی مدیری آشنا است، اما این سوال جدی مطرح می شود: آیا برای مخاطب امروز تلویزیون هم هنوز جذابیت دارد؟ یکی دیگر از نکات منفی که در قسمت اول وجود داشت حجم بالای تبلیغات تلویزیونی بود. تبلیغات طولانی قبل از شروع سریال و وقفه هایی که وسط پخش وجود داشت تمرکز مخاطب را به شدت به هم میزد. این مسئله وقتی جدی تر شد که حتی تبلیغ مستقیم ارز دیجیتال هم در این داستان گنجانده شده. تبلیغاتش اینقدر گلدرش بود که مرز میان روایت نمایشی و پیام تجاری را مخدوش کرد و مخاطب را از فضای سریال بیرون برد. در کنار این موارد حضور یک بازیگر جدید در نقش شاهین نکته امیدوار کننده بود. بازیگر تلاش خود را می کند و نشان می دهد که ظرفیت دیده شدن دارد، اما ریتم سریال و ساختار کند آن اجازه نمی دهد که توانایی او به خوبی بروز کند. انگار شخصیت ها هنوز در قالب خودشان جا نیفتادند و فرصت نفس کشیدن ندارند. یکی از سکانس های قابل توجه در قسمت اول
نمایشگاه عکس جوراب‌های پدری است. صحنه‌ای که در نگاه اول عجیب به نظر می رسید، اما در لایه‌های زیرین نقدی فرهنگی به نمایشگاه‌های ظاهراً هنری و بی‌محتوا است. جایی که پول‌های کلان جابجا می‌شود، اما ارزش هنری واقعی چندان دیده نمی‌شود در آن. اینجا مدیری همان منتقد همیشگی است که پیام‌های جدی را پشت طنز و نماد پنهان می‌کند. در شرایطی که جامعه با فشارهای اقتصادی و دغدغه‌های اجتماعی متعددی روبروست، مخاطب امروز بیش از هر زمان دیگری به طنز نیاز دارد که نه تلخ و نه ناامید کننده باشد و نه ساده لوحانه. طنزی که بتواند فاصله کوتاه اما مؤثری از روزمرگی را ایجاد کند، نه با فرار از واقعیت ها، بلکه با نگاهی انسانی و هوشمندانه. بازگشت مدیری در عین حال برای خود تلویزیون هم اهمیت زیادی دارد. در سالهای اخیر آثار سرگرم کننده و ماندگار کمتر شده در تلویزیون و بخشی از مخاطبان به پلتفرم‌های دیگر کوچ کردند. حالا سریال 6 ماهه میتواند نوع آزمون باشد، آزمونی برای اینکه آیا هنوز میشود با یک سریال طنز خانواده ها را دور هم جمع کرد و حس مشترک تماشا را زنده نگه داشت یا نه. در مجموع سریال 6 ماهه قرار نیست معجزه‌ای ایجاد کند یا تمام خاطرات گذشته را تکرار کند. شاید هم نباید چنین انتظاری از آن داشت، اما اگر بتواند در دل شرایط امروز صادقانه بخنداند و بدون ابتذال یا کوچک نمایی گوشه ای از واقعیت زندگی ما را نشان دهد، میتوان گفت مأموریتش را به خوبی انجام داده. گاهی هم تلویزیون دوباره برای لحظه خنداندن و تأمل بهانه ایجاد می کند. خود یک اتفاق مثبت است، اتفاقی که می تواند امید را حتی برای ساعتی کوتاه به خانه ایرانیان برگرداند. امیدوارم که از این ارائه بهره مند شده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. مرسی که گوش دادین. خدا نگهدار.